احوال قسمت‌های از شهرهای روسیه و قزاقستان از روز چهارشنبه به این طرف. رودخانه اورال که از مجرایش بیرون شد قسمت از شهر ارنبورگ را به این حال افکند و بیش از 100,000 نفر را مجبور کرد خانه‌های خود را بگذارند و به جای امن روند. از جمله عائله‌های ولنتین و یوگنی پریدنیا را که با قایق می‌گردند و خانه‌های خود و همسایه‌ها را پاسبانی می‌کنند تا کسی دزدی نآید. فرزندانشان را خانه بابا و بیبیشان فرستادند. اینجا نه پلیس است نه پاسبان، کسی نیست. ما خانه های خود و همسایگان را پاسبانی میکنیم. کجا رویم؟ برفی که با سرعت آب می شود رودخانه های بزرگ از جمله اورال را پر کرد که از ارنبورگ می گذرد و به سمت بحر خزر جاری می شود. پروفسور ماریا شهگیدان و می گوید برفی زیاد زمستان گذشته و با سرعت آب شدن آن احتمالاً عاقبت تغییر اقلیم است. برف با سرعت آب می شود چون حرارت زود بالا می رود. در چند روز حرارت از 0 تا به 17, 18 و حتی 20 درجه رسید. همین سبب شد که برف با سرعت آب شود. مقامات روسیه میگویند این آبخیزی بدترین در تاریخ ارنبورگ معاصر بوده است. وزارت حالتهای فوق‌العاده روسیه گفته است به 2 ولایت آسیب دیده 38 تن غذا و دارواری و دیگر مواد ضروری فرستاد. مقامات قزاقستان گفتند که تقریبا 100,000 نفر را از مناطق مرزی به مکانهای بی خطر کوچاندند. در روسیه بیشتر از 10,000 خانه در 37 منطقه و بخصوص ولایت ارنبورگ زیر آب مانده است.